سلام و عرض ادب. امروز میخوایم یه تکنیک توی کلوزگارد روی حرکت کیمورا اجرا کنیم. همراه با استاد فراد عزیز افتخار دادن این حرکت رو با هم دیگه اجرا میکنیم. تو حرکت توضیحات بیشتری خدمتتون میدم. این تو کلوزگارد. خب یه زمانی هست من توی کلوزگارد هستم، میخوام از حریفم در واقع کیمورا بگیرم. این توی هم نوگی استفاده میشه هم گی. حالا ما نوگی رو داریم اجرا میکنیم، توضیح بهتون میدم، گی هم توضیح بعدی خدمت رو ارائه میدم. زمانی هست که حریف حالا دستشو به سمت من دراز میکنه، من دستو تو این حالت، این تفاوتی که توی گرفتن دست هست و من در واقع میخوام بهتون بیشتر توضیح بدم. ببینید اگر من میخوام اجرا بکنم، ببین حریف دستو جمع میکنه، دقت کنید دست من تو چه حالتی چه زاویه‌ای هست. این دست راست منه، این دست چپه. این دست من دست چپ میاد داخل، مچ دستمو میگیره، اینو از این طرف میچرخونم، اینو میچرخونم به سمت داخل، فشار میدم، اینو میارم به سمت بالا. اینم که اینجا گرفتم قفل کردم که حریفم دور نزنه. دقت کنید این فشار به سمت پایین، دست من این حالته. حالا مورد دیگه که وجود داره که من نمیتونم اجرای کامل توی کیمورا انجام بدم، دست حریف بازه، دستو اینجوری میگیرم، حریف جمع میکنه. حالا من اگه میام بالا اینجا، من هرچی زور میزنم دست خودم مانع ایجاد میکنه برای اینکه من بتونم حرکت کیمورا رو انجام بدم. هرچی زور میزنم نمیشه. ولی اگه کافیه من این دستو این طرفی گرفته باشم، به راحتی میاد بالا. اینم به سمت پایین فشار میدم، اینو به سمت بالا میچرخونم. پس زمانی که خواستیم حرکت رو اجرا کنیم، دست رو این حالتی میگیریم، حریف که جمع کرد این حالت میشه، میام بالا فاصله مچ میچرخونم داخل و به سمت بالا میچرخونم.